پیامدهای گسترش سلاح هسته‌ای بسیار خطرناک خواهد بود. و واقعیت این است که شما هم نمی‌خواهید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. هرچه کشورهای کمتری در جهان سلاح هسته‌ای داشته باشند بهتر است. و این در خاورمیانه به ویژه درست است. اما اگر من جای ایران بودم، بعد از آنچه همین الان رخ داده و آنچه دهه‌هاست در حال رخ دادن است، انگیزه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای فوق‌العاده زیاد می‌شد. همین منطق اینجا هم صادق است. اجازه بده یک نکته دیگر هم بگویم. دنی، تو این همه سوال درباره ترامپ و اظهارات عجیبش از من میپرسی و من واقعا نمیدانم چه بگویم. اما بیایید این سوال را بپرسیم. وقتی به حرفهای پیت هگست و دونالد ترامپ درباره جنگ ایران و به طور کلی سیاست خارجی گوش میدهی و بعد آنها را با نحوه صحبت و استدلال وزیر خارجه ایران آقای عراقچی مقایسه میکنی، به نظرت بالغ واقعی میان این سه نفر چه کسی است؟ چه کسی واقعاً منطق پایه‌ای راهبردی را میفهمد و میتواند درباره سیاست بین‌الملل منسجم، متفکرانه و تاثیرگذار صحبت کند؟ به نظر من پاسخ کاملاً روشن است. وزیر خارجه ایران. و فکر میکنم مردم سراسر جهان وقتی به حرفهای ترامپ و وزیر دفاع یا وزیر جنگ گوش میدهند، خیلی سریع میفهمند که رهبری آمریکا اساساً ورشکسته است. و به همین دلیل است که ما در این وضعیت ناامید کننده گیر کرده ایم. به همین دلیل است که در آستانه نابود کردن اقتصاد جهانی هستیم. چون آمریکا در رأس کار است و رهبری آمریکا فقط در حد این کار نیست، بلکه خودش دارد ما را به سمت سیاست‌های فاجعه بار میبرد. و این فقط برای آمریکا بد نیست، برای جهان بد است. طبق اغلب گزارش‌ها اکنون 27 نسخه از چیزی که الان نشان می‌دهم وجود دارد. این دژگرانیتی یزد است، یکی از بزرگترها، اما ظاهراً دستکم 26 مورد دیگر هم هست. بعضی‌ها هم گفتند 31 مورد. ما حتما می‌دانستیم که به ظرفیت تولیدشان دست نخواهیم یافت، چون ایرانی‌ها دهه‌ها پیش این روز را پیش‌بینی کرده بودند و شروع کرده بودند به ساخت این شهرهای موشکی فوق‌العاده پیچیده زیرزمینی که توانایی پرتاب از زیر زمین را دارند و البته توان جابجایی و تولید در زیر زمین را هم دارند. بنابراین همه ظرفیت تولیدیشان را خارج از برد حملات ما قرار داده‌اند. حالا هم داریم می‌بینیم که واقعاً دستمان به آنها نمی‌رسد. پس آدم باید بپرسد وقتی می‌دانیم از نظر فنی دسترسی به چنین هدفی نداریم، اصلاً چطور آن را هدف گذاری کردیم؟ فکر بینید که دیوید بران، رئیس موساد، اصلی ترین مروج این دیدگاه بود. او فوق‌العاده موفق شد این دیدگاه را هم به نتانیاهو و هم به کل دولت ترامپ و به ویژه شخص ترامپ بفروشد. برن زمان زیادی را در آمریکا گذرانده و بسیار موفق بود در قانع کردن کاخ سفید به اینکه رژیم ایران بسیار شکننده است. این عنصر مهم ماجراست. باید آمریکایی‌ها را قانع کنید که رژیم شکننده است و فقط کافی است محکم به آن ضربه بزنید. شوک و وحشت، حذف رهبران اصلی و چون ضعیف است فرو می‌پاشد. و ما هم می‌دانیم چقدر معترض بیرون می‌ریزد، میلیون‌ها نفر، چون این همه آدم از رژیم ناراضی‌اند. این داستانی بود که برای خودمان ساختیم. به همین دلیل وقتی وارد جنگ شدیم، به توان آنها برای پرتاب موشک از زیر شهرها توجه نکردیم، چون فکر می‌کردیم این مسئله تا حد زیادی بی‌اهمیت است. ترامپ گفته بود به او هشدار داده بودند که تنگه بسته خواهد شد. خودش گفت قبل از جنگ این هشدار را گرفته بود، اما نادیده‌اش گرفت. و باز هم دلیلش این بود که فکر می‌کرد ما به یک پیروزی سریع و قاطع می‌رسیم. اغلب در جنگ‌ها همین اتفاق می‌افتاد. ما فکر می‌کردیم یک پیروزی بزرگ به دست می‌آوریم. و راستی عراق را به یاد بیاور، افغانستان را به یاد بیاور. آشنا به نظر نمی‌رسد. چیزی که برای من آشنا به نظر می‌رسد این است که من هم همین تشبیه حمله 1941 به شوروی را به عنوان یک مسئله به کار بردم. همانطور که هیتلر با دیدن سقوط سریع فرانسه فکر کرد اینجا هم آسان خواهد بود، فکر می‌کنم ما هم در مقیاسی کوچکتر اما از نظر ماهیت مشابه تصور کردیم چیزی که در ونزوئلا رخ داد اینجا هم تکرار می‌شود. و من مطمئنم در داخل دولت افرادی بودند که همین را به ترامپ گفته بودند. و حالا همونطور که شما میگویید شاید لقمه‌ای بسیار بزرگتر از توانمان برداشته ایم. فکر می‌کنم هیچ تردیدی در این نیست. هم از شما چیزی بپرسم درباره جایی که امروز ایستاده ایم. دیشب حدود ساعت 5 بعد از ظهر ترامپ در دفتر بیزی رویدادی داشت و به خبرنگاران اجازه داد سوال بپرسند. درباره مسیر جنگ ایران از او پرسیدند و گفت بله، فکر می‌کنم ظرف 3 تا 5 هفته جمعش کنیم. نگفت چطور، فقط گفت که فکر می‌کند این اتفاق می‌افتد. همین هم باعث شد گمانه‌زنی‌های زیادی شکل بگیرد. اینکه شاید باز می‌خواهد از آن کارهای معروفش را بکند، پیروزی اعلام کند و بعد از صحنه بیرون برود و غیره. بعد هم چند ساعت بعد اعلام شد که قرار است یک اعلام مهم داشته باشد و چهارشنبه شب ساعت 9 خطاب به ملت صحبت کند. خب، کمی بعد از آن همین خبر از اسرائیل آمد که نتانیاهو گفته ایران دیگر تهدیدی برای موجودیت اسرائیل نیست.
همین باعث شد بعضیا فکر کنند شاید این نشانه است که ترامپ می‌خواهد بگوید قضیه را جمع می‌کنیم. چون نتانیاهو تا همین چند روز پیش میگفت ایران تهدیدی وجودی است و حتی میگفت اگر آمریکا عقب نشینی کند ما ادامه میدهیم و هر وقت احتمال مذاکره یا نزدیکی به توافق پیش بیاید ما دوباره به جایی حمله میکنیم تا خرابش کنیم. اما حالا ناگهان این لحن عوض شده. این را چطور میبینید؟ این خیلی مهم است دونی. اول از همه فقط نتانیاهو نیست، لیندزی گراهام هم همین را میگوید. بسیار مهم است که تأکید کنیم لیندزی گراهام هم حالا میگوید زمان توافق مذاکره‌ای رسیده است. فکر می‌کنم پشت درهای بسته دولت ترامپ، دولت نتانیاهو و نزدیکانشان افرادی مثل لیندزی گراهام فهمیدند که این جنگ باید متوقف شود و باید مقدمات آن را هم فراهم کنند. اما برای این کار باید یک روایت پیروزی بسازند. استدلالی که نتانیاهو می‌خواهد مطرح کند این است که ایران در 27 فوریه یک تهدید وجودی بود، اما امروز وقتی جنگ تمام شود دیگر تهدید وجودی نیست. مأموریت انجام شد. این یک بعد مهم ماجراست. اسرائیل واقعاً در دردسر است. همانطور که پیشتر گفتم، گزارش‌ها از اسرائیل حاکی از آن است که 80% موشک‌های ایرانی عبور می‌کنند و هیچ نشانه‌ای نیست که ایران در حال تمام کردن ذخیره موشکی‌اش باشد. و این دارد خیلی شبیه جنگ ژوئن سال گذشته می‌شود. یادت هست اسرائیلی‌ها آن زمان موشک‌های رهگیرشان داشت تمام می‌شد. الان هم وضعیت مشابهی داریم. بنابراین تعجبی ندارد که اسرائیلی‌ها دست کم از بیرون که نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد حاضرند همراه شوند. اما سوال اینجاست دونی، اگر تو جای ایران باشی آیا حاضری بگذاری آمریکا و اسرائیل همینطوری راهشان را بکشند و بروند؟ آتش بس برقرار شود و آنها بروند دوباره خودشان را مسلح کنند و 6 ماه بعد یا 1 سال بعد دوباره به سراغت بیایند. اما شواهد زیادی وجود دارد که او قرار است یک داستان دوبخشی تعریف کند. بخش اول این است که پیروزی اعلام کند یا بگوید در آستانه پیروزی هستیم. بخش دوم این است که بگوید داریم کنار میکشیم. مشارکت ما در جنگ تمام است. این دو موضوع از هم جدا هستند و فهم این نکته مهم است. سوال اول این است که آیا او و نتانیاهو می توانند روایتی از پیروزی بسازند که کسی را جز خودشان قانع کند؟ شاید حتی خودشان را هم نه. و سوال دوم این است که آیا اصلاً می توانیم کنار بکشیم؟ اجازه بده اول فقط روی روایت پیروزی تمرکز کنیم. همونطور که پیشتر گفتم این دو نفر پیش از جنگ خیلی روشن گفته بودند که مجموعی از اهداف دارند. اما روشن بود که در مجموع 5 هدف بزرگ داشتند: تغییر رژیم، پایان دادن به غنیسازی هسته‌ای، پایان دادن به موشک‌های بالستیک، متوقف کردن حمایت از حوثی‌ها و حماس و حزب الله و شاید هم ویران کردن ایران. به هیچ کدام از این اهداف نرسیدند و حتی در آستانه رسیدن به هیچ کدام هم نیستند. اگر به سخنان اخیر مارکو روبیو گوش دهید میگوید ما اهداف محدودی داشتیم. اول اینکه نیروی هوایی ایران را نابود کنیم و همین کار را کردیم. دوم اینکه نیروی دریایی آنها را نابود کنیم و این کار را هم کردیم. سوم اینکه نمیخواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و نخواهند داشت. آدم با خودش میگوید آیا این اصلاً استدلال جدی است؟ قبل از جنگ چه کسی گفته بود نابودی نیروی هوایی و دریایی ایران یک هدف مهم نظامی یا سیاسی است؟ هیچ کس، چون اهمیت اصلی ندارد. توان نظامی ایران بر نیروی دریایی و هواییش نمیچرخد و آنها پیش از جنگ هم سلاح هسته‌ای نداشتند. دنبال ساخت آن هم نبودند. اینکه 1 ماه بعد هم هنوز سلاح هسته‌ای ندارند چیز عجیبی نیست. اما آنچه اینجا در حال رخ دادن است این است که آنها نتوانستند هیچ یک از اهداف اصلی را که پیش از 28 فوریه مطرح کرده بودند محقق کنند. و علاوه بر این همانطور که گفتم حالا تنگ بسته است و این پیامدهای اقتصادی عظیمی دارد. فراتر از آن به کشورهای مختلف خلیج فارس که متحد ما هستند هم خسارت‌های بسیار سنگینی وارد شده است. ببخشید، همین الان چند خبر فوری رسید. یکی این که وزارت خارجه ایران به ادعای ترامپ پاسخ داده و گفته ادعاهای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اینکه ایران درخواست آتش بس کرده دروغ و بی اساس است. یعنی هیچ حقیقتی در آن نیست. و شاید خبر مهمتر این باشد که ایران همزمان با نزدیک شدن به تعطیلات پس یک موج بزرگ موشکی شلیک کرده است.